نکته اول در رابطه با سیاست. مثلا سیاست یعنی چه؟ سیاست یعنی آگاهی درست و واقعی بینانه نسبت به آنچه را که پیرامون اطرافت میگذرد آگاهی پیدا بکن، جهت اخذ تصمیم و عمل. این معنای درست سیاست. دوستان، آگاهی داشته باشد، آگاهی درست واقعی بینانه نسبت به آنچه که پیرامون او میگذرد. درست شد؟ این معنای درست سیاسته. امام صادق هم اشاره به همین داره که انسان عاقل باید نسبت به آنچه که اطرافش میگذره آگاهی داشته باشه. اون حدیث معروف العالم به زمانه، دقت می‌کنید؟ العالم به زمانه یعنی کسی که آگاهی درست به زمان خودش داشته باشه. یه عده خیال میکنه هنوز 100 سال قبل دارن زندگی میکنن، اصلا نمیدونن دور و برش چه میگذره. العالم به زمانه. پس انسان مؤمن باید سیاست مدار باشد یا نباشد؟ بله، امام صادق میفرماد بله، العالم به زمانه. خب چرا ما باید اهل سیاست باشیم؟ پشت سرش میگه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که اهل سیاست باشه بله مبتلا و گرفتار به اشتباهات نمیشه، غبارها بر او چیره نمیشه. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. این نکته اول، معنای درست سیاست یعنی آگاهی واقع بینانه نسبت به آنچه که داره میگذره. انسان نسبت به اونها آگاهی باید داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، از نگاه قرآن و روایات مردم نسبت به سیاست 3 دسته میشوند. خیلی خوب دقت کنید. چند دسته میشن؟ 3 دسته. یک عده سیاست گریزن، بله، میگه اصلا ما کاری به ربطی داره. اینا کیان؟ سیاست گریزن. 2، یک عده سیاست زده هستن، یعنی از خودشون هیچ استقلالی ندارن. درست شد؟ یعنی پیروی کورکورانه است یه میکنن، عقل خودشون رو به کار نمیندازن. تو روایات مثلا میگه هم از جر رعا، دقت کردین؟ هر طرف باد بوزه اونا هم میسن، از خودشون هیچ استقلالی. ضعف بالعرض یه آیه سیاسیه، یعنی اصلا سیاست ما، برنامه ما اینه که مستضعفین زمین را آقا بکنیم. چه معنا داره یه اتفاقی اندک در اکثری کنن حکومت رو غلبه کنن؟ نخیر. چرا الان اینجوریه؟ چون سیاست به معنای واقعی کلمه یعنی آگاهی عمومی وجود نداره. آخرین نکته، هدف از سیاست اینه که هم خودت اهل تحلیل باشی و هم تحلیل رو تزریق کنی به جامعه. هم تحلیل رو تزریق کنی به جامعه.
چرا؟ چون اگه جامعه آگاه نباشن، رأس جامعه سیاسی مثل امیرالمؤمنین باشه، فایده‌ای نداره. چرا؟ چون مردم زمان امیرالمؤمنین اهل تعلیم نبودن. مردم اگه اهل تعلیم نباشن، امام مجتهد میشن و شمشیر در پای مبارکش میزنن. مردم وقتی اگه اهل سیاست نباشن، 30,000 نفر میان تو کربلا با پسر پیغمبر درگیر میشن. نه، سیاست مدار باش، بله، العالم به زمانه باش. حالا که خوب اهل تحلیل شدی، نگو فقط من گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. نه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دیگران رو هم توصیه بکن، دیگران رو هم آگاهی بده. آگاهی به چی؟ آگاهی به حق بده که آقا حق بر باطل نیست. تعریف کردم خدمت شما عرض کنم که چند جای قرآن این نوید رو به ما داد. این نوید رو به ما داد که اگر شما اهل تحلیل درست باشید و مرد عمل و اقدام باشید، قطعا لطف خدا و پیروزی خدا شامل حال شما میشه. عزیزانی که اهل تحلیلن، آیاتی که آخرش به ان کنتم مؤمنین برمیگرده. بله، یک آیه داریم که ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم چی میگه؟ بله، حدود 15-16 مورد ان کنتم مؤمنین داریم، بعضیا ان کنتم مسلمین داریم. این ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مسلمین میگه اگر میخواد این تحلیلات مؤثر باشه و در میدان عمل تطبق پیدا کنید و دست برتر رو شما داشته باشید، همش به این ابزار مادی نگاه نکنید، باید ایمان به خدا داشته باشید. یه همون سیاست ما باید عین دیانت ما باشه. ان کنتم مؤمنین. یا آیه من این دفعه بهش برخورد کردم، خیلی قشنگ. میفرماد هیچ وقت زیر بار صلح تحمیلی و ذلیلانه هیچ وقت نه. آیه 36 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، در این آیه 35 است. فلا تهنوا. فلا تهنوا یعنی چی؟ سست نترسید، سست نشید. و تدعو الی السلم، یعنی با الله میاد. ولا تدعو الی، خوانده نشید به تسلیم شدن. بله، یعنی اگر طرف مقابل شما رو میخواد به صلح تعمیلی بکشونه، نه، شما خونده نشید. و انتم الاعلی، و انتم زیر بار صلح تعمیلی نرید. و انتم الاعلی، پشت سرش چه قشنگ میگه، والله معکم، والله، خدا با شماست. اگه قول قائد شهید ما این باوره باشه، بله، باوره باشه. کدوم باور؟ والله معکم، خدا با، خدا رحمتش کنه. این تعلیم و این سیاست را به جامعهش تصویر کرد. عزیزان، الان قریب به یک ماه یک جمعیت کوچک در افتادن با غول جهان. دقت کردید؟
کجا سراغ دارید؟ هنوز جنازه امام شهیدشون دفن نشده، روز و شب هم داره موشک میباره. مردم جامعه کجا هستن؟ تو کف خیابون ها. بله، تو کف خیابون ها. دیگه اگر میخوام بمیریم چرا ذلیلانه بمیریم؟ بله، چرا؟ دیگه به ما گفتن رهبر شما با دهان روزه تو اتاق کارش بود، وقتی بمب بر سرش در اومد با اون دست سالمش مشتشو گره کرد. پس منم میام با مشت گره کرده تو کف خیابان و پیام میدم به رزمانده هاشون، میگه خیابان با ما، میدان با شما. یعنی چی؟ یعنی اهل تحلیله، این اهل تحلیله، داره پیام میده به اون رزمنده خط مقدمه، میگه من پشتتم. بعد اون رزمنده هم میدونی چه پیام میده؟ رزمنده‌ای که الان احتمال داره شهید بشه، من حاضرم تمام زحماتم را بدم برای 1 ساعت حضور مردم در خیابان. یعنی دوتا دارن به هم دیگه پیام میدن. درست شده؟ اینا پیروزن. کم فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله. خلاصه عرض امروز من بود. سیاست یعنی چی؟ مردم نسبت به سیاست سه دسته میشوند. اسلام میگه اهل سیاست باش، سیاست مدار باش، نه سیاست گریز و نه سیاست زده که هیچ استقلالی از خودت نداشته باشی. نکته سوم فایده سیاست مداریه. آدمی که سیاست مدار باشه شبهات بر او غلبه نمیکنه، باطل بر او غلبه نمیکنه، حق رو از باطل تشخیص میده. نکته چهارم قلمرو به سیاست مداریه، گفتیم ملی، منطقه‌ای و بین المللیه. پنجم هم گفتیم فقط خودت اهل تحلیل و سیاست نباش، این تحلیل را هم به جامعه تزریق بکن. شاهد سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی همون آدمای سیاستمدار. بله، ایمان صادق و عملگرایی، اما فقط خودشون رو نجات نمیدن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. درست شد؟ اگر کسی حق محور باشه، اهل صبر باشد، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خدایا توفیق شناخت حق و عمل به حق را به ما مرحمت بفرما. خدایا شناخت وظیفه و